سلام، خوش اومدین به این ویدیو با تاریخ ایران با کیا. امروز می‌خوایم جنگ جهانی اول رو زیر ذره ببریم. اتریش مجارستان ولیعهد خودش رو از دست میده به علت اینکه ولیعهدش توی ماشین بوده و یکو گوله به سمتش پرتاب میشه و در میگذره. فردی که شلیک کرده دستگیر میشه و اعلام میکنه که من از صربستان فرمان میگرفتم. پس اتریش مجارستان میخواست اعلام جنگ به صربستان بده، اما میدونست که بعد از اعلام جنگش به صربستان با روسیه بعد رو در رو بشه که نمیخواست بشه. پس میاد جای آلمان میگه اگه روسیه وارد جنگ شد تو هم وارد جنگ شو. همینجاست که اتریش مجارستان وارد صربستان نمیشه و صربستان رو داشت فتح میکرد که ناگهان با مقاومت صربستانی ها عقب نشینی های متعددی میکنه. همینجاست که روسیه که متحد صربستان بود اعلام جنگ خودش رو به اتریش مجارستان میده که ناگهان آلمان میگه نه. آلمان اعلام جنگ خودش رو به روسیه میده. فرانسه هم که متحد روسیه بود اعلام جنگ خودش رو به روسیه میده. حالا وقت اینه که فرانسه به خاک آلمان هجوم بیاره. توی هجومات هیچ پیروزی به دست نمیاد و فقط تلفاتی میمونه. آلمان ها میخواستن وارد مرزهای فرانسه بشن، اما با یه دونه سنگر خیلی قوی روبرو میشن. پس تنها راه چاره اینه که از سوی بلژیک وارد فرانسه بشن. آلمان اعلام جنگ خودش رو به بلژیک میده. بلژیک سقوط میکنه، اما انگلستان اعلام جنگ خودش رو با آلمان و اتریش مجارستان میده. اما چرا؟ چون که انگلستان یه متحد داشت، اونم بلژیک بود. حالا وقتش این که آلمانی ها به سمت روس ها برن. روس ها از آلمانی خیلی شکست میخورن، خیلی عقب نشینی میکنن. اتریش مجارستان از اون ور خیلی پرقدرت همش عقب نشینی میکرد از روس و همینطور حتی از صربستان هم عقب نشینی میکرد. حالا وقتشه یک کشوری وارد جنگ بشه که همسایه کشور ماست. ترکیه وارد جنگ میشه و به مرزهای روسیه حمله میکنه، اما ناگهان با مقاومت روس‌ها روبرو میشه و شکست و عقب نشینی. در اینجاست که بعد از گذشت چند سال یه اتفاق میفته. ایتالیا وارد جنگ میشه و به اتریش مجارستان و آلمان اعلام جنگ میکنه، اما حالا وقتشه یه متحد دیگه به جبهه آلمانی اضافه بشه. کشور بلغارستان اعلام جنگ خودش رو به صربستان، روسیه، فرانسه، انگلستان میده، اما ناگهان با اعلام جنگ دادن رومانی به بلغارستان، آلمان، اتریش مجارستان و ترکیه. حالا وقتشه که انگلیسی‌ها یه حرکتی از خودشون نشون بدن. انگلیسی‌ها با کمک فرانسوی ها توی عراقن و میگن حالا فرماندهان عرب رو وادار کنیم که به ترکیه اعلام جنگ بدن و شورش کنن، که بعد از متلاشی شدن ترکیه یعنی عثمانی خودمون این کشورهای عرب بین انگلیس و فرانسه نصف بشن. که کار خودش رو کرد، فرماندهان عرب شورش کردن و انگلیسی هم کمک اونا اومدن. حالا وقتشه که نیروی دریایی انگلیس وارد بشه، اما با یه متحد جدید. انگلیس خیلی جای پرتغال میره و به پرتغال میگه که بیا با ما. پرتغال هم میگه اوکی. از اینجاست که پرتغال هم وارد جنگ میشه. حالا وقتشه که چند تا متحد جدید بیان. ژاپن اعلام جنگ خودش رو به آلمان و دیگر متحدانش میده و چین هم همینطور. اما چین یه حرکت خیلی قشنگی میزنه. چین میومد و میگفت من به شما نیروی کار میدادم. چین نیروی کارشو برای پرتغالیا و انگلیس‌ها و دیگر کشوران میفرستاد. در نهایت حالا وقتشه که انگلیسی‌ها میخواستن بیان و به استانبول حمله کنن، اما وقتش بود که یه متحد دیگه هم بیارن. یونان متحد جدید بود. با کلی اصرار و تمنا بالاخره یونان هم وارد جنگ میشه. حالا وقتشه که اونا به سمت استانبول حمله کنن، حمله که با شکست نیروی دریایی انگلستان روبرو میشه و اونا از خاک عثمانیان عقب نشینی میکنن. حالا وقتشه که ایالات متحده آمریکا وارد جنگ بشه، اما چرا؟ ایالات متحده نمیخواست وارد جنگ بشه، اما یه اتفاق وخیمی میفته. آلمانیا بهشون خبر میرسه که آقا چند تا کشتی باربری دارن موادی رو میذارن توی کشتی‌های تجاری
که با مسافرانشون ببرن و از اون سو به انگلستان غذا وارد کنن. اما چه نیازی به انگلستان به غذا داشت؟ تو اون بعد زمانی انگلستان یه مدت آلمان رو محاصره دریایی کرد تا به مواد غذایی به آلمان نرسه، اما بعدش با روی دریایی آلمان روبرو شد و حالا انگلیسه که محاصره دریایی شده. با این شنیدن این حرف آلمان دستور میده که آقا هر چی کشتی تجاری که داره به سمت انگلیس بیاد و بزنید، که این موجب خشم آمریکا بود. چرا؟ چون که چندین تا آمریکایی درگذشتن تو این حادثه. آمریکا به آلمان میگه که اخطار میده که اگه بس نکنی حمله میکنیم. آلمان هم میگه اوکی، اما یه ماه بعد دوباره همین کار رو انجام میده و دوباره آمریکا بهش میگه اگه بس نکنی ما میدونیم و تو. آلمان این بار واقعا دیگه میگه اوکی. حالا وقتشه که یه دونه ناوگان آمریکایی با تمام آذوقه از جمله گندم و اینا وارد خاک انگلیس داشتن میشدن که ناگهان با زیردریایی‌های آلمان ها روبرو میشن و دیگه با خاک یکسان میشن. پس آمریکا میگه که ما مثل دفعه قبل کسی رو نکشته بودن که ما اخطار بدیم، یه ناوگان آمریکایی کشتن، پس یعنی با ارتش آمریکا وارد جنگ شدن، پس ما هم باید وارد جنگ بشیم. ایالات متحده آمریکا به آلمان و دیگر کشورها اعلام جنگ میده. ایالات متحده تا برسه به فرانسه یه چند سالی تو راه بوده و فعلا کمکی از اون نمیرسید، فقط غذا میرسید. حالا وقتشه که یه اتفاقاتی بدی بیفته. تو از اون سو یه کمی اوضاع ترکیه واقعا داشت قاراشمیش میشد و دیگه نمیتونست ترکیه تحمل کنه. پس موجب چه اتفاقی شد؟ تسلیم شدن ترکیه. حالا وقتشه که یه کشور دیگه هم تسلیم بشه، بلغارستان هم تسلیم میشه و حالا فقط موندن آلمان و شروع کننده جنگ اتریش مجارستان هم تسلیم میشه، اما آلمان نه. آلمان هنوز مقاومت میکنه تا رسیدن ایالات متحده آمریکا به جنگ. با رسیدن نیروهای آمریکایی به جنگ، فرانسوی‌ها حملات سنگینی به خاک آلمان وارد میکنن. در نهایت آلمانی‌ها هی شکست میخورن و ایالات متحده میگه اگه من برات تسلیم میخوای بشی من 2 تا راه برات میذارم. یک، اینکه شاهتون برکنار بشه که ما آزادی بهتون میدیم، یعنی که میذاریم آلمان همون قدری که مونده بمونه و آلمان بمونه، یا اینکه شاهتون بمونه اما کشورتون نمونه. اما شاهشون هم در نهایت تسلیم میشه و میره. پس با این رویه آلمان هم تسلیم میشه و با تسلیم آلمان جنگ جهانی اول داشت به پایان میرسید. اما یه اتفاقات بدی در راه بود برای آلمان. متحدین آمریکا و دیگه کشورها نمیرن یقه نمیدونم اتریش مجارستان که شروع کننده جنگ بوده بگیرن، یا نمیدن یقه بلغارستان بگیرن، یا نمیدن یقه عثمانیان بگیرن، مثلا یقه آلمان گرفتن و گفتن تو آخرین نفری بودی که تسلیم شدی، پس باید اعلام کنی توی تریبون که من مقصر جنگ جهانی اول و تمام تلفات منم، که واقعا حیثیت آلمان خورد میکرد، اما آلمان مجبور بود و ارتش آلمان نباید بیشتر از 10,000 نفر میشد که واقعا عدد کمی بود تو اون زمان و حق نداشت نیروی هوایی داشته باشه، نیروی تانک مانک نباید داشته باشه و تمامی ناوگاناش هم باید واگذار میکرد به انگلیسی و اینا. و اینقدر اوضاع آلمان بد میشه که مردم برای خریدن یه دونه نون باید یک کیسه پر از پول رو جابجا میکردن و اوضاع آلمان واقعا افتضاح میشد. توی قسمت بعد میخوایم ادامه